مدیری تو چیزیت نشده؟ خوبی؟ سالمی؟ بله خوبم. اتفاقی افتاده؟ اتفاق چیه؟ بگو. فاجعه. رفتم نشستم تو ماشین، استارت زدم، یهو اگزوز تق صدا داد. من سریع پریدم از ماشین بیرون، 3 تا غلط زدم پشت شمشاد قایم شدم. لابد خفه کرده بود. غلط واسه چیزه؟ نه مدیری، 1.5 ساعت قایم بودم. بعد اومدم بیرون همینجور آروم آروم عین گربه اومدم سمت ماشین. کاپوتو دادم بالا، دیدم بله اینو گذاشته بودن تو کاپوت ماشین. بمب ساعتیه. اون دینامه. برای چی بازش کردی؟ مدیر خیلی مراقب خودت باش، اینا تو کارمونن، میخوان منو تو رو حذف فیزیکی کنن. خیلی مراقب باش، خیلی مواظب باش. بفرمایی. اینم 2 تا چایی باحال برای 2 نفرمون. چیه؟ چته؟ چرا اینجوری میکنی؟ چرا اینجوری میکنی ها؟ خودت میدونی چرا اینجوری میکنم. چرا؟ مدیری بیا رنگ چای‌ها رو نگاه کن، رنگاش با هم فرق میکنه. هنو لیوان من کف سیانورش روشه. آره حداقل به هم میزدی آقای زرنگ که معلوم نشه. چه چرت و پرت. سیانور کجا بود؟ 2 تا چای ریختم با هم بخوریم حال کنیم. آره من خیلی تیزم، خیلی بوزم من. آره فکر کردی؟ آره چرا لیوان من باید سنگین تر باشه ها؟ 0.5 کیلو سیانور پاچیدی توش. تو از کی دستور میگیری؟ یعنی چی از کی دستور میگیری؟ چرا میخوای منو از بین ببری تو؟ چرا؟ بارو بابا میخوام از بین ببرم. چرا؟ باشه اشتباه کردم، اصلا برات چای آوردم باهات حرف زدم. دیدی داره خودشو نشون میده. بده به من اونو ببینم. بده به من. چرا اینجوری میکنی؟ چیه؟ داری آمار منو میدی؟ فکر میکنی نمیدونم؟ منو ترور بیولوژیکی کردیم بستون نبود؟ من بدبخت الان چند روز حالم خوب نیست، از کمر به پایین بی‌حسم، همش پاهم خواب میره. دست زن. شما چی میخواین از جونم لعنتی ها؟ چی میخواید؟ نمیفهمم. بذاری همون ترور بیولوژیکی که شدم همون جوری به درد خودم بمیرم دیگه. چی میخواید؟ خب این کمربندو تا آخرش بستی رو اون خونه، آخر خون نمیرسه. شل کن یه ذره خون برسه بهت. آره بهتر شدم دیگه، پاهامم خواب نمیره. آره وایسا ببینم، تو از کجا قضیه کمربندو میدونستی ها؟ از کجا میدونستی؟ من به هیچکی نگفتم خونه آخر میبندم. تو کی هستی لعنتی؟ خودتو فاش کن. بذار اون ماسک از صورتت بردارم ببینم کن. بابا روانی بذار بردارم. کارا چیه؟ اون لبه ماسکت کجاست؟ بابا بینم بابا. توهم زدی آدم دکتر. اون کیه؟ کی؟ داره چی کار میکنه؟ کی پشت خطه؟ نه اینا فیلم بردارن، دارن فیلم برداری میکنن. موقعیت مکانی منو گزارش. نه با شما کاری ندارم. بفرمایید. اینا کیان؟ اینا پیاده نظام فرستادن؟ نه آقا راحت باش، بیا بشین. چند نفر به یه نفر؟ چند نفر؟ اون کیه؟ اون پیرن سفیده اون کیه؟ اینو ببرش، کار داریم. خب بیا بریم بابا. بیا بریم. نه جلو میاد. ببین ضد گلوله پوشیدم. یالا شلیک کن. بیا شلیک کن. ببر اینو. بیا جلو خلاصش میکنم. تا 3 دقیقه دیگه با هلیکوپتر کجا باشه بهتره؟ پشتمون. رو پشتمون باشه بهتره. ببر اینو. بیا برو گم شو بینم. دینام تو ببر. دینام تو بردار. چاییاتونو بیاین ببرین.
مراقب خودت باش، میخوان حذف فیزیکی میکنن.